خبر تو خبر داره براتون از عظمای پابگوری که دایناسورهای خبرگان رو دور خودش جمع کرد تا به بسیجی‌های ریزشی بگه نگران جانشینش نباشن. مجلس خبرگانی وجود دارد که نفر بعد او رو مشخص کن. یعنی این تسلسل همچنان با قوت، با قدرت، با توانایی کامل وجود خواهد داشت. این اگر این شخصی که وجود داره نبود، بیدرنگ مجلس خبرگان اقدام میکنه و نفر بعد رو مشخص میکنه. البته همزمان توی جنگ و دعواهای باندی یه چیزایی از دزدی فک و فامیلای مجتبی رو شد که بسیجی‌ها رو بد جوری گیج و ویج کرد. اسم آقای حدادادل هم تو گزارش نوشته بود. فساد آقای حدادادل چه بود؟ اون پرونده که دست ما بود، حالا موارد باعث بیشتر از این حرفا باشه، ولی یعنی اضافه شده؟ بالاخره قبلا بوده، از گذشته بوده. آنچه که دست ما بود بحث زمینی بود تو دماوند و آقای شافعی شوهر خواهرشون همشون پرونده دماوند، زمینه دماوند بود. منظورم حساسیت آقا مجتبی رو این که پرونده اونا رو بده من باشون برخورد کنم و بده من فلان، گفتم والله نمیدونم کدومشون بود. یه جا اسمش اومده منیژه، یه جا اومده منیره. بالاخره عمه خانم آقا مجتبی ان دیگه، اون بهتر میدونه. خلاصه که این دم آخری از چپ و راست داره ضربه نثار عظما میشه. اینجاست که ترس و لرز به جون مهره‌های نظام میفته و صدای امام جمعه خامنه‌ای هم در میاد. دشمنان بدانن و گرفتار خطای محاسباتی نشوند، دوستان بدانن، نترسن، نلرزن، دچار تردید نشن. که تردید چیه بابا؟ طرف جلوی دوربین میگه دیگه نظر امام ملعونش رو قبول نداره. این علاقه شدید به روسیه و این کینه عمیق و شدید با آمریکا، این چرا؟ بله آمریکا ظلم‌هایی کرده. شما تسخیر لانه جاسوسی هم به تحریک شوروی دونستید؟ احتمال قوی. یک کار غیر ضروری که اساساً نیازی به چنین کاری نبود، انقلاب رو از مسیر خودش خارج کرد و ما رو با یک مشکل بیجا و مردم ما هم یک سختی‌های زیادی رو در اثر همین اقدام ناشیانه بسا دارن تحمل میکنن. پس چرا امام این رو انقلاب دوم نامیدن؟ امام من نمیدونم چرا، این به نظر من قابل تمجیدی نبود. من این نظر امام رو قبول ندارم. وضعیت نظام ولایت یه چیزی تو این مایه ها شده. این وسط پزشکیان هم طبق معمول مشغول مشنگ بازی و خندیدن به ریش خودش و عظماست. من دیروز به برنامه بودجه برادر اونجا بودن، مثلا میگفتن این گاز ما رو ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد ببنده. حالا اینا رو زیاد خبری هم نکنید که اگه خبری هم کردید حالا کاری نداره. میگم چرا؟ میگه دولت پول ما رو نمیده. پس ما با دولتی که پول نمیده قرارداد میبنده، نمیده قرارداد نمیبندیم، با خصوصی میبندیم. خودشون افتادن به جون فضای مجازی و فیلترش کردن. بعد این بازجوی سابق اومده میگه من فیلترینگ رو نمیفهمم. فکر میکردم که چطور تصمیمات غیر مسئولانه در قبال FATF و فیلترینگ چقدر جامعه رو درگیر کرد، چقدر نسل‌ها رو متزلزل کرد، چند میلیارد دلار دیگران رو، نسل آینده رو به چه بهایی. واقعا من هنوز هم با همه فهم خودم و صادقانه دارم خدمتتون میگم نمیفهمم فایده فیلترینگ، واقعا نمیفهمم. خیلی خرید. این حجت الاسلام سنگ پا هم اومده میگه فیلترینگ مال مردمه، آخوندا باید تو فضای مجازی بچرن. مسئولین که توییت میزنن و تو شبکه ایکس فعالن چه جوری این کارو میکنن؟ مثلا شما خودتون چه جوری تو شبکه ایکس فعالیت میکنین؟ حضور ماها توی این به اصطلاح ساحت و این مجموعه ها
بیشتر از باب اینه که خب چون بقیه حضور دارن شما باید برای پاسخگویی به یه سری مسائل تو اونجا باشی. شما اگه نباشی مثلا اون منطقه جنگی میمونه، برای عموم میگن آقا نیایید. خب ولی یه عده‌ای که وظیفه دارن برن دفاع بکنن، برن جواب شبهات رو بدن، این طبیعتاً باید حضور پیدا بکنه. این هم تشریح این وضعیت از یه زاویه دیگه. جالبه ها، یکی ما رو فیلتر کرده، یکی ما رو تحریم. بعد ما با فیلتر شکن تحریم کننده میایم ببینیم فیلتر کننده تحریم شده در چالیه. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با اظهار نظر عظما درباره جومونگ شروع میکنی. بگن به مسئولین صدا و سیما، هم در مورد جناب حمزه هم در مورد جناب جعفر، اینا دنبال موضوع میگردن، به قول خودشون دنبال سوژه میگردن. این بهتر از اینا کدوم موضوع؟ اینا مفاخر تاریخی هن، واقعیت هم دارن، وجود هم دارن. مثل جومونگ خیالی هم نیستن، اما مثل جومونگ جنگ کردن و مبارزه کردن، جنگ کردن، مبارزه سیاسی کردن، مبارزه نظامی کردن. عظما حواسش نبود که این نوچش قبلا پنبه جومونگ رو اینطوری زده بود. آقا ما گفتیم نگاه کن عزیز من، جومونگی که تو تاریخ کره 4 خط بیشتر در موردش وجود نداره، 4 خط بیشتر نیستش، چرا دوتا یهودی فرانسوی اومدن براشون فیلمنامه دارن می‌نویسن؟ سوال اول. بعد گفتیم اینا چرا اومدن رو اسمای خاص دارن تاکید میکنن؟ گفتیم چی؟ گفتیم آقا مثلا جومونگ اول جومونگه، از طرف دیگه بگه جومونگ، جو یعنی یهودی، مونگ هم یعنی راهب. جولبون، جولبن، جو یعنی یهودی، لبن یعنی در تورات لبنان نوشته لبنه، لبنان یهودی. چوسان سرزمین ارض موعود، جناب این جومونگ، سرکار آقای جومونگ اینا رو از رودخونه رد میکنه. خیلی جالبه این کلمه بارها تکرار شد که از جز 19-20 اسطوره صهیونیسمه. سرزمین بدون مردم، مردم بدون سرزمین. حالا بشنوید از این شهردار دوست که هارت و پورتاش تو تبلیغات نمایش انتخابات رو اینطوری ماسمالی میکنه. تو اون مجادله دو طرفه‌ای من برگشتم گفتم که مثلا نمیگذارم آیه رئیس جمهور شن، بعدش هم گفتم به اذن خدا. خب خدا اذن نداد، زور میگیری شما. والا این هم یک واکنش به همین خالی بندی زاکانی در فضای مجازی. آقای دکتر شما گفته بودید که تورم و گرانی و بیکاری رو کم میکنید، ولی اصلا اینطوری نشد. بله من گفته بودم، اما برید کاملش رو ببینید. من گفتم به اذن خدا. خب خدا اذن نداده به من چه؟ والا آخه شما قول حل معضل مسکن و خودرو و محیط زیست هم داده بودین. بله گفته بودم، اما برید کاملش رو ببینید. من قبلش گفته بودم انشاءالله، یعنی اگر خدا بخواد. خب خدا نخواسته به من چه؟ والا برید از خدا بپرسید چرا یقه منو گرفتید، برید پیگیری کنید، مطالبه کنید، اتفاقا ما هم حمایت میکنیم. رئیس پلیس آگاهی گفته 11,000 پیامک به سارقان دادیم و گفتیم میدانیم کجایید. واکنش یک کاربر فضای مجازی به این پرت و پلا رو خودتون بشنوید. این خبر واقعیه، یعنی اتفاق افتاده، یعنی به 11,000 نفر از صنف محترم دوستان پیام دادیم که ما میدونیم کجاییم. نه واقعا نمیخوام مسخره کنم، جدی نه که میخوام مسخره کنم، میگم یعنی هدفتون چی بوده؟ دوستای شما مثلا همون رو جواب چی بدن؟ مد نظرتون چی بوده؟ مثلا یارو بگه سلام اوکی ورسی که گفتی 2 دقیقه سر خودتون گرم کن ما از مرز رد شدیم. قایم موشک مگه خوبه نگفتی که ساک ما دیدیمت، حالا باید تو ببینی ما کجاییم، حالا تو باید دنبال ما بگرد. میگن کودکی درونتون زنده نگه داری، ولی نه اینکه اجازه بدین کودکی درونتون تو شغلتون تصمیم میگیره. ما تو دوزده پلیسی بتسگیمون خرشن ترس شما بودیم، یعنی دوزده میگرفتیم حداقل 2 تا لغت پک پوزی رو میزدیم. بعد الان این کارو نکنین، الان برای خیلی از این دوزده که میفرستین رو میگی بین الملل میفته. یارو الان کانادا نشسته تو ساحل رو یهو پیام میبینه. بعد خیلی هاشون هم هستن که خب
ما هم میدونیم کجا، میدونی دقیقا لوکیشنش رو میدونیم، کاری از دستمون بر نمیاد، میدونی. مرسی. بسیجی‌ها که این روزا بد جوری فشل شدن، کلی فکر کردن به یه ایده جدید رسیدن: خریدن بلیت نمادین برای لبنان. بلیت هوایی مشهد بیروت در حمایت از رزمندگان جبهه مقاومت. مشهد بیروت بادو بیا. بلیت های نمادین زدیم و بگیم که آقا اگر بنا به اعزام باشه، بنا به خط مقدم باشه، این نسل جوون که نسل آیندن هنوز با این کار نظام هستن. ببینید چه همه بلیت پر شده برای اعزام به بیروت. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما. این هم یک مشنگ تاریخ در رفته که دنبال سیبل جدید برای عظما میگرده. از نظر ما زدن ناوگان حمل نفت خام کشورهای اسلامی به رژیم صهیونیستی هم مجازه. چه فرقی میکنه که یک کشتی از فرانسه و از کجا و کجا بار برای رژیم صهیونیستی بیاره میزنیم، یا اینکه تانکرها از کشورهای اسلامی برای رژیم صهیونیستی نفت ببرن. از نظر ما فرق نمیکنه، جفتش اهداف مشروعه. بدبختی عظما اینه که حتی دیگه عرضه ترسوندن هم نداره.